صبح بروقت پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان رحمان یوسف احمدزاد، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و دیگر شخصان رسمی شهر ترسونزاده، مهمانان، معاون اول حاکم ولایت سرخندریا تورا بوبالوف و دیگر نمایندگان شهر و ناحیه‌های جمهوری ازبکستان را در نزد کارخانه وادی دولتی شرکت آلومینی تاجیک با صدای کرنه و سرنای گل و گلدسته‌ها استقبال گرفتند. مهمانان هر دو جانب در بهتر گردیدن مناسبت‌های همکاری دو کشور نیک ارزیابی کردند، چون رمز دوستی نیال‌های همیشه ثبت شناندند. بعداً یک خانه بلند آشانه در محله سیمی شهر ترسونزاده کشیده بعد ساکنان شهر همچون تحفه به جشن نوروز تقدیم کرده شد. برنامه تئاتری کننده شده اهل صنعت تاجیک و ازبک در ورزشگاه کارخانه وادی دولتی شرکت آلومینی تاجیک تلقا آغاز گردید. نخست پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان رحمان یوسف احمدزاد، معاون اول حاکم ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان تورا بوبالوف و رهبری شهر ترسونزاده به سخن برآمدند. تمام ساکنان و مهمانان جمهوری ازبکستان را با جشن نوروز تهنیت گفتند. ضمن سخنرانی قید کرده شد که جشن نوروز در طول عصرها در برابر آنکه بر رواج مدنیت زمینداری و زراعتکاری و باغداری و آبادگاری مساعدت نموده است، همچنین به انسانها چون فرهنگ والا عامل مهم تحکیم صلح و وحدت و توسعه نکوکاری و خیرخواهی خدمت کرده است. مهمانان در رفت سخنرانی ذکر کردند که رهبران دو دولت اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف بهر از نو برقرارکنی رشد و تقویت بخشی رابطه‌های بسیار ساحت و همکاری‌های متقابلا سودمند که با دورنمای منبع همکاری‌های دو جانبه روانه کرده شده است، از تمام امکانات‌ها استفاده می‌برند. در حقیقت نوروز فرخنده پای را ساکنان شهر ترسونزاده نیز با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی و شکوه و شهامت خاصه تجلیل نمودند. برنامه تئاتری کننده شده شعبه فرهنگ شهر و هنرمندان شناخته جمهوری تاجیکستان و ازبکستان تماشابیان زیاد را جمع آورده بود. جالبی تنتنوی شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده با پیشنهاد بهترین رقص، صحنه، سرود، موسیقی، ایجادات فولکلوری با استفاده از سنت‌های قدیمی نیاگانمان خیلی جالب و خاطرماند صورت گرفت. ساکنان پس از تماشای برنامه رنگین کنسرتی و نمایشگاه دستان ماهر هنرمندان که تا درگاه ادامه یافت ایثار قناعتمندی داشتند. باید گفت که تجلیل جشن نوروزی در شهر و دهات ترسونزاده با رعایت سنت‌های خاص اجدادی و برگزاری مراسم‌های خیرخواهانه هنوز ادامه دارد. خورشید علیمو فیروز میرزایف از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.